امروز میخوایم استراتژی رو بررسی کنیم که سیگنال اشتباه خیلی از اندیکاتورها رو برای ما حذف میکنه. این استراتژی وین ریت بالای 75% داره و خیال ما رو از پوزیشن هایی که میگیریم راحت میکنه. این استراتژی برای همه تایم فریم ها و همه بازارها از جمله فارکس، کریپتو، طلا و سهام عالی هست. توصیه میکنم این آموزش رو از دست ندید چون نکات بسیار مهمی داره. لایک رو بزن و بریم سراغ این روش جذاب. قبل از هر چیز از همه دوستانی که استراتژی معاملاتی خودشون رو برای من میفرستن یک تشکر ویژه‌ای داشته باشم. آیدی خودم رو توی کپشن قرار دادم، میتونید توی تلگرام با من در ارتباط باشید و دوستانی هم که پیام دادن هنوز جواب ندادم، بیشتر سعیم بر این هستش که همه پیام ها رو بررسی کنم و همه استراتژیایی که برای من ارسال میشه رو نگاه کنم و بعد یکی یکی جلو بریم. من بارها توی این کانال تاکید کردم که استراتژیایی که گفته میشه بدون مدیریت سرمایه واقعا راه به جایی نمیبره. دیروز با یکی از دوستان صحبت میکردم که واقعا وین ریت بسیار خوبی داشتن و سودهای بسیار بزرگی از بازار کسب کرده بودن و تنها روشی که استفاده میکردن این بودش که مقاومت و حمایت رو توی بازار تعیین میکردن و با مدیریت سرمایه خوبی تونسته بودن هر ماه سودهای بسیار خوبی رو برای خودشون ایجاد کنن. پس استراتژیایی که توی کانال دارم به خدمتتون عرض میکنم، سعی کنید با یک مدیریت سرمایه بتونید سودهای بسیار خوبی رو از بازار ایجاد کنید برای خودتون. امروز هم چارت طلا رو بررسی میکنیم توی تایم فریم 5 دقیقه‌ای و با دو تا اندیکاتور کار داریم. اولی اندیکاتوری که ما استفاده میکنیم داینامیک تریلینگ هست که توسط این شخص زیرمان ایجاد شده. اون رو به چارت اضافه میکنیم و به بخش تنظیمات میریم. اسموسز رو روی ما 26 قرار میدیم و بقیه تنظیمات رو باش کاری نداریم. با هم یک اندیکاتور شما میتونید واقعا به سودهای خوبی برسید، ولی یک جاهایی سیگنال های اشتباهی رو به ما میده. برای مثال همینجا یک سیگنال خرید به ما داده که همونطور که مشاهدین فرمایید حرکت روی پایین و بیریشی بوده. پس ما باید بیایم اینها رو یک فیلتر روشون انجام بدیم. ولی اگه دقت کنید برای مثال همین جایی که سیگنال سبز رنگ یا خرید برای ما صادر شده، ما میتونستیم این پوزیشن رو با سود ببندیم. حالا شما یک ریوارد 1.5 2 رو مد نظرتون بوده باشه یا با همین اندیکاتور بیاد پوزیشن رو ببندید. برای مثال اینجا یک خرید انجام دادید، اینجا پوزیشن رو بستید که با یک سود کوچیک از این پوزیشن خارج شدید، یا همینجا هم به همین شکل اینجا وارد شدید و اینجا خارج شدید، یا دنبال یک ریوارد 1.5 2 بگردید، دقیقا همینجا میتونید سود رو کسب کنید. ولی کاری که ما امروز انجام میدیم، من دوباره مثل هفته گذشته میام از اندیکاتور ADX استفاده میکنم. ADX رو به چارت اضافه میکنیم و اگه دقیقاً دقت کرده باشید دقیقاً هم ناحیه 35 که توی استراتژی قبلی که خدمتتون عرض کردم رو به عنوان نقطه مهم خودمون تلقی میکنیم. هر موقعی که عدد ADX بالای 35 بود ما پوزیشن نمیگیم، چه حالا پوزیشن خرید باشه چه پوزیشن فروش باشه. برای مثال اینجا رو بخوایم نگاه کنیم، مشاهده فرمایید که توی ناحیه‌ای که سیگنال خرید توسط داینامیک تریدینگ به ما داده شده عدد ADX بالای 35 هست. پس اینجا ما پوزیشنی رو نمیگیریم. قبل از اینکه بریم ادامه استراتژی رو خدمتتون عرض کنم و نکات بسیار مهمش رو بهتون بگم، توصیه که دارم این هستش که حتما به کانال سر بزنین. استراتژی معاملاتی بسیار خوبی رو توی کانال دارم قرار میدم که از سبک‌های مختلف RTM، ICT، پرایس اکشن و حتی سبک‌های مختلف تکنیکال کلاسیک استفاده شده و استراتژیایی که بر اساس اندیکاتورها هست توی کانال قرار دارم. توصیه که دارم حتما این استراتژی رو نگاه کنید چون واقعا استراتژی بسیار جذابه. فقط با یک اندیکاتور کامل‌ترین استراتژی رو حتما نگاه کنید و به بخش پاپولار کانال برید و اونجا استراتژیایی که بیشتر دوستان دوست داشتن و تونستن سودهای بزرگتری رو با اونها کسب کنن، اونجا میتونید کامل همه اونها رو مشاهده کنید. خب بریم سر وقت استراتژی خودمون ببینیم سیگنال هایی که به ما میده به چه شکلی هست. عرض کردم چارت ما چارت طلا هست توی تایم فریم 5 دقیقه‌ای. شما هر تایم فریمی میتونید استفاده کنید و روی هر جفت ارز و طلا و حتی کریپتو میتونید از این روش استفاده کنید و ببینید چقدر قدرتمند هست این روش. خب اینجا
وضعیت اندیکاتور ما به قرمز رنگ تبدیل شده. پس اینجا میتونه برای ما یک نقطه ورود مناسب باشه. چرا؟ چون که ADX زیر ناحیه 35 قرار داره. پس اینجا ما یک پوزیشن فروش رو میتونیم بگیریم. بالای اسوینگی که وجود داره رو به عنوان استاپ لاس خودمون قرار میدیم و دنبال یک ریوارد 1.5 میگردیم که فعلا مشخص نیست، ولی فعلا وضعیت ما وضعیت سودآوریه. بریم پوزیشن بعدی رو بررسی کنیم. اینجا برای ما یک سیگنال صادر شده با تغییر رنگ از قرمز به سبز رنگ. همونطور که مشاهده می‌فرمایید خود ADX هم زیر ناحیه 35 قرار داره، 29 هست عدد ADX. پس اینجا میتونه یک سیگنال معتبر برای ما برای ورود به پوزیشن خرید باشه. پایین سوینگ رو استاپ لاس قرار میدیم و دنبال ریوارد 1.5 میگردیم که همینجا TP ما تاچ شده. خب بریم پوزیشن بعدی رو هم بررسی کنیم. اینجا یک سیگنال فروش برای ما صادر شده، ولی نکته مهمی که وجود داره، حرکتی که داشتیم حرکت بزرگی بوده و این رو باید مد نظر قرار بدید که این حرکت بزرگ شما اگه قرار باشه استاپ لاستون رو این بالا قرار بدید، فاصله که وجود داره فاصله بسیار زیادی هست و شما متضرر میشید اگه استاپ لاستون خورده بشه. بر همین اساس اگه قرار شد وارد یک همچین پوزیشنی بشید یا نصف این محدوده رو به عنوان استاپ لاس خودتون قرار بدید، برای مثال همینجا که احتمالا اینجا استاپ لاس ما زده میشه، یا اگه قرار هست این بالا رو به عنوان استاپ لاس قرار بدید، سعی کنید با پوزیشن سایز بسیار کوچیک این کار رو انجام بدید. پس اگه اینجا ما وارد پوزیشن بشیم، اینجا رو استاپ لاس خودمون قرار بدیم و دنبال یک آربار 1.5 بگردیم، همینجا استاپ لاس ما تاچ شده. عرض کردم خدمتتون قرار نیستش که هر استراتژی که من خدمتتون عرض میکنم با سود بسته بشه پوزیشن هاش. هر استراتژی ضررهای خودش رو داره و اگه ما میومدیم اینجا تقریبا نصف این مسیر رو به عنوان استاپ لاس خودمون قرار میدادیم و دنبال یک آربار 1.5 میگشتیم، تقریبا اینجا میتونستیم ریوارد 1 خودمون رو تاچ کنیم. ولی هرچند من اینجا رو به عنوان زیان حساب میکنم چون که اینجا استاپ لاس ما زده شده. مجدد بیایم اینجا رو یک بررسی انجام بدیم. اینجا سیگنال خرید برای ما صادر شده، ولی ADX اومده اونجا به ما گفته که آقا عدد ADX بالای 38 است. پس ما اینجا وارد پوزیشن نمیشیم. اینجا رو هم که بررسی داشته باشیم. اینجا فاصله‌ای که وجود داره با بالای سوینگ وجود داره خیلی فاصله زیادی است. عرض کردم اگه قرار شد اینجا وارد پوزیشن بشید، سعی کنید با ریسک پایین و پوزیشن سایز پایین وارد بشید. اینجا دقیقاً توی همین کندل ها TP ما تاچ شده. خب پس تا اینجا ما تقریبا 1 و 2 و 3 و 4 تا پوزیشن گرفتیم و فقط یه دونه با زیان بسته شد، یعنی همون وین ریتی که عرض کردم خدمتتون، وین ریت 75% کاملا معتبر هست. اینجا هم اگه بخوایم وارد پوزیشن بشیم، خب اینجا دقیقا روی عدد 35 هست. پس خیلی ما دنبال این نیستیم که وارد پوزیشن بشیم اینجا. هرچند اگه اینجا وارد می شدیم، استاپ لاس رو اینجا قرار میدادیم، به راحتی میتونستیم ریوارد خودمون رو داشته باشیم. برای مثال اگه حالا یک اغمازی داشته باشیم، این پایین سوینگ رو استاپ لاس قرار بدیم، دوباره یک ریوارد 1.1 که میگشته همینجا تاچ میشه، 1.5 هم میرفتیم، همینجا TP ما تاچ میشه. خب اینجا رو هم یک نگاه بندازیم. مشاهده فرمایید که هر جایی که اندیکاتور رنگش قرمز شده، اینجا ADX برای ما عددی که نشون میده 35 است. پس اینجا هم وارد پوزیشن نمیشیم. اینجا نه، اینجا وارد پوزیشن میشیم چون عددی که ADX برای ما داره نشون میده عدد 30 هست. پس اینجا وارد میشیم، اینجا رو استاپ لاس خودمون قرار میدیم و دنبال یک ریوارد 1.5 میگردیم که اینجا TP ما تاچ شده. پس اگه دقت کرده باشین، عمده پوزیشن هایی که من با این روش گرفتم با سود بسته شدم، فقط یک پوزیشن با زیان بسته شد. برای اینکه تایم ویدیو بیشتر از این نشه، توصیه که دارم این هستش خودتون برید روی بیت کوین و بقیه ارزهای دیجیتال و بقیه نمادهایی که دارید ترید میزنید این استراتژی رو تست کنید و ببینید چقدر این استراتژی میتونه قدرتمند باشه. خیلی ممنون از اینکه امروز هم تا اینجا با من همراه بودید. لطفا مطالب رو لایک کنید، برای دوستاتون حتما بفرستید این مطالب رو و نظرتون راجع به این استراتژی به من بگید. شاد و پرسود باشید.